آمد عید پای هزاران باشنده پروان را به بازارهای پرازدحام شهر چاریکار کشانیده است. بازار عطاری از پرازدحام‌ترین مکانهای شهر چاریکار در این روز هست که مردم برای خرید نیازهای عیدیشان به اینجا می آیند. خریداران از نرخ و نوای بازار راضی به نظر می رسند، اما از وضع بیکاری و مشکلات اقتصادی شکایت دارند. بازارم خوب است، مقصد چند کیلو نخود هم نگرفتیم. نرخونه نسبتاً د مخکینی نه خو ډېر ښه دي. یو وخت کې اوړه په 2,500 3,000 وو، غوړي او تي په 3,000 وو، اوس خو دوه برابره راټیټ شي. الحمدلله شکر دی چې موږ ستاسو ډېر فروشندگان که نرخ نوای بازار را به نرخ دلار نسبت می دهند می گویند که در عید امسال قیمت ها مناسب است و فروشاتشان نسبت به سالهای دیگر بهتر شده است. شکر هزار بار کل چیز ارزانی است ان شاء الله. حالا فضل خدا کل چیز وقت قیمتی بوده که حالا تو ارزانی است که کل چیزی که نام خدا فریمانی است. پارسال کده نسبتا که فیصدی بگویم 30% پایین است. در همین حال مسئولان در شهرداری شهر چاریکار میگویند که قیمت ها را در بازار کنترل می کنند و برای تمام دکانداران نرخنامه ها توزیع کردند. ما از بازار تقریبا در هفته 2 بار یا 3 بار همیشه کنترل داریم و انشاءالله که با کنترل ما انشاءالله بازار متعادل است و به معیار و نرخ‌هایی که از طرف شهرداری تعیین شده انشاءالله مشکل در بازار فعلا موجود نیست. چیدن سفره عیدی و خرید لباسهای نو از فرهنگ دیرینه مردم افغانستان است که بیشتر دکانداران و دستفروشان با فرارسیدن عید نرخ و نوا را بلند میبرند و مردم هم در قید رسم و رواج ناگزیر اجناس مورد نیازشان را فراهم بسازند. جاوید محمدی، رادیو شهر به شهر، پروان.